به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و ثنا به پروردگار یکتا و بی همتا و درود و پیام های صمیمی به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشابینان بسیار هم گرامی قدر، قبل از همه شکر نعمت های پروردگار میکنیم، چون کل نعمت های خداوند منفعت بخش هستند، مفید هستند و بار دیگر شمایان مخلصان برنامه ایمان را با این کاشانه‌مان خیر مقدم میگوییم. عزیزان دل، خاطر رسان مینماییم که در برنامه گذشته ما درباره نماز همچون عبادت افضلترین یک صحبت زیبای آراسته بودیم و وعده کرده بودیم که در بخش های نوبتی دایر به دین همچون نصیحت یک صحبت جدید با شما آراسته باشیم. و اینک پروردگار را شکر میگیم که به این لحظه نیز ما را فرا رساند و به ما عطا کرد، چون امروز ما با دام الله شیخ بزرگوار ما دام الله محمود خان در این کاشانه دایر به این موضوع، یعنی دین نصیحت است، یک صحبت صمیمی می آراییم. قبلا خوش آمدید میگویم دام الله عزیز. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و چخیلی که پیامبر صلوات الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرموده اند دین نصیحت است. میخواستم شرح کلام رسول اکرم را صلی الله علیه و سلم با دلیل هایش ابراز میکردید و عموما هدف از نصیحت کردن در دین در چیست؟ مرحمت. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. حمد و ثنا و تعریف ستایش بر الله تعالی لایق است و درود و رحمت به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم. برادران بینندگان عزیز، البته دین النصیحت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم راستگوی ترین انسان فرمودند الدین و النصیحت قالوا لمن یا رسول الله قال لله و لرسوله و لکتابه و لائمه المؤمنین و لعامتهم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الدین و النصیحت، دین این نصیحت است. اگر کسانی که زبان عربی را متن عربی را میفهمند، الدین اینجا الف لام آمده ایستاده است. الدین یعنی خاص، لام تخصیص میگن اینجا. دین این چیز نیست، فقط دین همین است که دین نصیحت است. این لام تخصیص الدین و النصیحت این همین خیلی مضمون رو میفهموند که دین چیز نیست بجز نصیحت کردن، دیگر چیز نیست. نصیحت چی است؟ نصیحت این برای مردم خالصانه خیرخواهی کردن، نیکی خواستن، حب الخیر للناس میگن، برای انسان ها نیکی خواستن، این نصیحت است. باید رسول، اگر حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دیگر پیغمبرها را نگاه کنیم، همه آن پیغمبرها برای مردم، برای خیرخواهی مردم، برای هدایت مردم، برای سعادتمندی مردم بسیار مهنت کردند، بسیار حیاتاشون برای همین هم صرف کردند. یعنی در دل پیغمبرها برای انسانها خیرخواهی و هدایت خواستن و نجات و خوشبختی را خواستن، این چیز در دل پیغمبرها بود و همین برای همین چیز پیغمبرها حیات خودشان را صرف کردند. برای همین پیغمبر خدا گفته است که دین این نصیحت است. یعنی دینداری من شما این چیز است و دیگر انسانها خیرخواهی کرد، خیر را خواستن، نیکی را خواستن، هدایت را برای آنها خواستن، سعادت این دنیای آخرت را برای آنها خواستن. این مقصد دین است. بسیار انسانها برای مردم یا برای فرزندهاشان بسیار مهربان هستند. مهربانی آنها اما در همین دنیا را در چشم زیر چشم دارند و برای همین دنیا خیرخواهی میکنند. اما که بعد از حیات ما حیات ابدی، حیات آخرت است که همه رسالات الهی و قرآن و این حیات آخرت را زیر چشم نمیگیرند بعضی انسان ها، یا اینکه از آن خیلی که الله تعالی میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون. بسیار انسان ها ظاهر حیات دنیا را میدانند و برای این حیات دنیا برای دیگر نصیحت و خیرخواهی میکنند، اما حیات آخرت که بسیار انسان ها از این غافل هستند، از آن بیخبر میمونند. برای همین پیغمبرها که کاملترین و بزرگترین انسان ها بودند، الله تعالی برای آنها این حیات و حیات آخرت را برای آنها نشان داده بود. آنها برای مردم، برای هر دو دنیا، در هر دو دنیا برای کامیاب شدن آنها خیرخواهی میکردند و به سوی ایمان، به سوی دین نصیحت میکردند. نصیحت، دین این نصیحت است، خالصگری، خیرخواهی لله از برای الله تعالی.
یعنی الله را دوست داشتن، به الله ایمان آوردن، به الله شریک نآوردن و امرهای الله تعالی را اجرا کردن و به رسول به پیغمبر خالصی‌گری کردن، به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کردن، رسول الله را دوست داشتن و سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم را زنده کردن و به امام های مسلمان ها، پیشواهای مسلمان ها خالصی‌گری کردن، نصیحت کردن، آنها را دوست داشتن، با آنها پیروی کردن، آنها را دستگیری کردن و به عامه مسلمان ها نصیحت کردن، به آنها به راه نیک دلالت کردن، نیکی را بر آنها نشان دادن، آنها را به کارهای نیک آگاه کردن. این وظیفه هر یک من شما، هر یک مسلمان است. بسیار خوب خیلی که گفتیم دین نصیحت است و هدف از نصیحت این خیرخواهی مردم بودن و آنها رو برای نیک دعوت کردن و مصلحت های مفید دادن. پس نزد خداوند کدام شخص مسئول است تا که دعوت به عملهای نیک و صالح کند و بازداشت و منع کردن از عملهای بد و ضرررسان باشد؟ کی مسئول است؟ بله، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: استعیذ بالله قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. الله تعالی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب کرده، میگه بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هذه سبیلی، این راه من است، یعنی این راه من، این کار من است، راه رفته ایستادن من این راه است. هذه سبیل، این تاکید است که این راه من است. این راه چی است؟ ادعو الی الله، به سوی الله تعالی انسان ها را فریاد میکنم، به سوی الله انسان ها را دعوت میکنم. علی بصیرت، با بصیرت یعنی با علم، با حجت، با دلیل. علی بصیرت علی یقین، یعنی با باوری کامل من انسان ها را به سوی الله دعوت میکنم. انا و من اتبعنی، من و من اتبعنی تفسیر امام جلالان میگن و من آمن بی، کسی که به من ایمان آورد آن کس هم این کار را میکنه. انا، من دعوت میکنم، یعنی پیغمبر به خدا خصوصی گو که این راه من است، من انسان ها را با بصیرت، با علم و با حجت، با یقین کامل دعوت میکنم، من و کسی که به من ایمان آورده است، کسی که امتی رسول الله میگه خودش را من امتی رسول الله میگه، باید وظیفه آن انسان است که انسان ها را به سوی الله تعالی، به سوی دین، به سوی کارهای نیک دعوت کند، دلالت کند، نصیحت کند، خیرخواهی کند. این وظیفه هر یک مسلمان است. در دیگر آیات الله تعالی میگه استعیذ بالله بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از طرف الله تعالی آنچه که شما با آمد این چیز را به مردم رسانید. بلغ ما انزل الیک من ربک، از طرف پروردگار شما، از طرف تربیتگر شما نازشدگی چیز را به مردم رسانید. فإن لم تفعل، اگر شما این کار را نکنید، شما رسالت را، آن امانتی که از طرف الله تعالی آمده است، شما آن چیز را ادا نکردید، نرساندید. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع، در آخرین حج، برای امت بسیار نصیحت کردند. به الله تعالی ایمان بیارتان، گفتن من برای شما قرآن و سنت را ماندم، اگر این را قبلتان شما گمراه نمیشویتان و 5 وقت نماز را ادا کنیتان، گفتن و بعد از من شما باید دیگر دشمن شده یا دیگر را باید دیگر جنگ و جدال نکنیتان و بسیار نصیحت ها را کردن در همینجا. بعد گفتن مال شما، خون شما، آبروی شما برای دیگراتان چخیل که نمی ما ان همین روز ان همین جان چخیل حرام است، ان همین خیل برای شما حرام است. و بعد گفتن من صحابه به همینجا 120,000 صحابه بودن، میگن مورخا، همینجا صحابه مراجعت کرد، گفتن که من شما به دین رساندم، امانت رساندم. صحابه گفتن شما رساندید و رساندن را حقش را هم ادا کردید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اللهم اشهد، ای الله گواه شو، ای الله گواه شو که من امانت را رساندم، اکنون این امانت شما به دیگر کسا رساندم. گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، هر یک از شما این به دیگر کسا رساندم. بله، صحابه کرام رضی الله عنهم تا حیاتشون از این نصیحت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در گوش داشتن و به تمام جا برآمده این دین را رساندن. و بعد از صحابه سانینگی نسل ها، من اجدادهای ما هم برای ما این دین را رساندن که به سبب نصیحت و دلالت آنها ما الحمدلله همه مسلمان هستیم. اکنون این امانت در دوش من شما است که باید این امانت را به نسل های آینده، به جوان ها، بلکه به تمام مردم، به تمام بشریت، به تمام انسانیت این امانت را، این دین را رسانیم تا اینکه تمام انسان ها در هر دو جهان کامیاب باشند. البته کامیابی همه انسان ها در این دنیا در آخرت در دین است.
در مال و اسباب و ملک و در دیگر چیزها نه، بلکه در دیندار بودن، با ایمان و با دین زندگانی کردن، با هدایت زندگانی کردن خوشبختی هر دو جهان میشود. برای همین هم این وظیفه خیلی که رسول الله در دیگر حدیث گفتن بلغوا عنی ولو آیه، یک کلمه باشدم از من رساندم گفتن. یعنی همون لفظی که الله تعالی در قرآن آورده بلغ ما انزل الیک، از طرف الله تعالی هم دیگر امانت شما رسانید گفته الله تعالی رسول الله به امر کرد. همون لفظ را رسول خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه گفتن که بلغوا عنی ولو آیه، یک آیت باشدم، یک کلمه باشدم رساندم. یعنی هر یک چیز حد و حدودش هست. بعضی انسان ها میگن که برای دین نصیحت کردن و گفتن ما باید عالم باشیم، یعنی علم داشته باشیم. خیر عالم ها که بیشتر میکنن، کسانی که کمتر میدونن. اگر یک کلمه را دانیم هم همین کلمه را رساندن، یعنی یک کار نیک را، یک کار ثواب را میدانیم، همین را به مردم رساندن، نصیحت کردن، این وظیفه هر یک مسلمان است. پروردگار سبحانه و تعالی امت محمد صلی الله علیه و سلم را بهترین امت گفته در قرآن میفرماید که استعیذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این آیه رو شرح می‌دهید. الله تعالی به این امت، به صحابه کنتم خیر، استعیذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم این صحابه است. یعنی که مفسران میگن امت با الله تعالی خطاب کرده است که الله تعالی امت را بهترین امت شدیتان، یعنی صحابه ها با که شما بهترین امت هستیتان. اخرجت للناس از برای انسان ها برآورده شدیتان شما، یعنی این امت برای انسان ها برآورده شده است. برای چی؟ تأمرون بالمعروف، و کارهای نیک دیگراتان را دلالت کنتان و از کارهای بد دیگر را باز دارتان و تؤمنون بالله و به الله تعالی ایمان می‌برتان. در هر یک آیت ها الله تعالی یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن ها گفته الله تعالی خطاب میکند، اما در این آیت الله تعالی ایمان را در آخر ذکر کرده است. برای چی؟ حکمت چی است؟ چون که به سبب انسان ها را دلالت کردن، امر معروف کردن، به کارهای نیک نصیحت کردن، به ایمان دعوت کردن، به سبب این عمل ایمان می‌بیاد. برای همین هم سر مردم به ایمان آوردنش این امر معروف است، دعوت است، نصیحت کردن است که پیغمبرها این بشریت را، انسانیت را در هر یک عصر زمان خودشان دعوت کردند و آنها سبب ایمان آوردن و سبب هدایت شدند. برای همین هم امر معروف، این نصیحت کردن بسیار چیز مهم است. این روح دین است، اصل دین است. از رسالت انبیا علیهم السلام این چیز است، وظیفه آنها این کار را کردن. و به ختم نبوت و ختم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم الله تعالی این امت را برای این کار انتخاب کرده است. الله تعالی در قرآن کریم میگه استعیذ بالله هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. هو اجتباکم، این اشتباه استفای است. الله تعالی این لفظ را به پیغمبرها استفاده برده است که اشتباکم، الله تعالی شما را طلب کرده و همین لفظ را الله تعالی برای این امت استفاده برده است که هو اشتباکم، الله تعالی این امت را اشتباه کرد، طلب کرده گرفت. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اند یکان حرج و مشقت کرده که ملت ابیکم ابراهیم، ملت باباتان ابراهیم علیه السلام، هو سماکم المسلمین، شما را الله تعالی مسلمان الله تعالی آفرید. یعنی الله تعالی این امت را برای این کار انتخاب کرده است. پیشینه امت ها با این نصیحت کردن، دعوت کردن این یک کار وظیفه مهمی نبود، بلکه در هر عصر زمان پیغمبرها می آمدن، همون قوم و همون عصر زمانند پیغمبرها دعوت میکردن. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آخران پیغمبر هستند و بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگر پیغمبر نمی بیاد. الله تعالی این وظیفه را با دوش این امت بار کرده، میگه که شما بهترین امت شدید. برای چی بهترین؟ پیشین امت ها 500 سال 700 سال عمرهای دراز میدیدن، 50 وقت نماز میخوندن، 11 ماه روزه میداشتن، بسیار عبادت ها میکردن، لیکن آنها از ما پیش آمدن، از ما بسیار شاید عبادت عمل های نیک کردن، لیکن آنها به جنت نمیدرن. چون به این امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند تا این امت جنت نرفت دیگر امت ها جنت به درآمدنشان حرام است، نمیدرن. این امت از همه آخران آمد و اول جنت میدرد، تا این امت جنت ندارد دیگر امت ها جنت به نمیدرن. این امت 5 وقت نماز میخواند، 1 ماه روزه میدارد، 70 سال عمر میبیند، عمری کوتاه دارد و عملهای کم دارد، لیکن این امت اول جنت میدارد. برای چی این امت بهترین است؟ برای اینکه الله تعالی این امت به خصوصیت این امت از دیگر امت ها همین نصیحت کردن است، امر معروف کردن است، یا دیگر را بر سایر نیک دلالت کردن است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الدال علی الخیر کفاعلی، کسی که یک کار نیک به دلالت میکند خود همون کار کردگی با این اجر ثواب داده میشود. برای هم وظیفه هر یک من شما امت اسلام
تمام مسلمان کسی که من مسلمان میگه آن وظیفه دار است که اول خودش را اصلاح کند، بعد اهل و عائله خودش را، خیش و تبار یار و دوستش، بلکه تمام انسان ها به چقدر میتواند قدر استطاعتش نصیحت کردن، کار نیک به اول ایمان به سوی الله تعالی، به سوی کارهای نیک دعوت کردن و دلالت کردن، این وظیفه هر یک امت است. این امروز امت این وظیفه را از یاد فراموش کردن و مقصد خودشون را دیگر کردن. به سبب این علت امروز امت اسلام بسیار در شرایط ناگوار بله قرار دارد. خیلی خوب درج کردید. بارک الله فیکم دومان عزیز. از ثوابیت و اجر سخن آغاز کردید و در این لحاظ می گفتید که عموما اجر و ثوابیت شخصی نصیحت کننده و همچنین شخصی شنونده نصیحت چی است؟ بله، الله تعالی در قرآن کریم می‌فرماید استعیذ بالله فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. شما نصیحت کنید، خاطر رسان، تذکره کردن یک چیزی نو را گفتن نیست، بلکه همون قرآنی که در همون حدیثی که سخنهای الله و سخنهای رسول که از همون میخونیم، همه قاری ها، همه علما، همه انسان ها میخونن، همون را به دیگر خاطر رسان کردن. الله تعالی در قرآن کریم میفرماید استعیذ بالله والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر به قسم، 100 سال به قسم، یعنی که نماز عصر به قسم. الله تعالی وقتی قسم یاد میکند یک کار بسیار کار مهم است. وقتی که یک کار مهم است ما همون کار رو برای تاکید کردنش قسم یاد میکنیم که این کار بسیار مهم است. الله تعالی قسم یاد کرده گفته است که ان الانسان لفی خسر. روی دنیا که همه انسان ها در زیان هستند، در زیانکاری هستند، در خسارت هستند. الا الذين آمنوا، مگر جدا کرده، استثناء کرده است که آن کسانی که الله به ایمان آورند و عمل صالح کردند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یا دیگرشان را برای حق و کارهای نیک وصیت کردند و در راه این نیکی راه رفتن به البته احوال و مصیبت ها میاد، به این برای دیگر صبر و وصیت کردند. تواصوا معناش تفاعل تفاعل، تواصا میگن یک دیگر، من برای شما توصیه میکنم، شما برای من وصیت میکنید. نه اینکه فقط یک کس وصیت کنه همه گوش کنیم و هم بسیار سخنهای نیک گفتن نه، بلکه آن کس را گفتن همون از علماها شنیدگی سخنهامون رو به دیگر بگویم، آن کس بگه من به شما بگم، شما به من بگید، ان همین خیلی با هم دیگر و تواصل این از دو طرفه به هم دیگر گفتن. فقط یک انسان دعوت میکند یا اینکه امر صحبت میکند، نصیحت میکند، آن انسان گمان میکند که من جدا درجه بالا رسیدم، من خطاگی ندارم. نه، اول این وصیت به خودمان محتاج هستیم، خودمان را، یعنی که یک کس وصیت کند، نصیحت کند، صحبت آن را گوش کرده، کمبودی خودمان را اصلاح کردن. یعنی هر یک انسان به این امر معروف، به این صحبت های ایمانی با طالبانه طلب کرده خودش برای اصلاح کردن گوش کند، از این فایده میگیرد. برای همین الله تعالی استاد فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. شما نصیحت خاطر رسان کنید، به یاد بیارید که البته این برای مؤمن ها فایده شد. البته مؤمن از این چی میکند؟ فایده میبرد. برای من پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن من سلم فی الاسلام سنتا حسنه، کسی که در اسلام یک راه نیک، یک کار نیک تشبث میکند، راهنمایی میکند، همون کار را به راه میاندازد، فله اجرها. بعد از همون انسان چقدر همون کار نیک کردگی انسان اجر ثوابش به آن نوشته میشود و کسانی که به همین عمل کردن از اجر ثواب آنها کم نکرده به آن نوشته میشود. اما کسی یک راه بد را راهنمایی میکند، همون راه را میکشد برای مردم، برای آن گناهی همون کس، همون کار کردگی انسان ها از گناه آنها کم نکرده به همون شخص اول این گناه نوشته میشود. فردا روز قیامت یک انسان آورده میشود که آن بسیار حج کردگی، بسیار نماز، بسیار عبادت ها، بسیار ثواب های کردگی، میگوید که الله من اینقدر ثواب و اینقدر عبادت نکردم، من 50 سال 60 سال عمر دیدم، بسیار کارهای کم کردم، این ثواب ها نامه اعمال اونها بسیار ثواب، این از کجاست؟ برای آن گفته میشه که تو برای انسان ها نصیحت کردی، انسان ها سخن تو را گوش کرده، همین عمل حج کردن، زکات دادن، روزه داشتن، نماز خواندن، همه اجر ثواب اهمونها از تو کم نکرده، از آنها کم نکرده به تو نوشته شد. آن بسیار خوب میبیند، خرسند میشد. برای همین هم این نصیحت کردن یا دیگر را برای نیک دلالت کردن خودی بمانند یک دانه است که اگر یک دانه را به زمین مانیم، از آن یک درخت میرید، از آن درخت چند حاصل میشه و چند دان میشه و آن دان را چند کس خورده با چند جا کرد چقدر زیادش نمیگیرد. انا همین خیل این یا دیگر به نصیحت کردن و یا دیگر کار نیک را دلالت کردن، این خیلی یک سر بسیار اجر ثوابی بزرگی دارد. برای همین هم یاردم الله تعالی، نصرت، هدایت به سبب این امر معروف کردن، دعوت کردن، نصیحت کردن، به این سبب
هدایت پهن می شود، دین پهن می شود و پیغمبرها این کار را کردن. امروز اگر امت ما این کار خودمان دانیم و زیر دستانگی خودمان، اطرافیان خودمان را چقدر میتونیم همینقدر دلالت کنیم، شاید به این الله تعالی اجر ثواب بسیار دهد. علماء ها بزرگان میگن اگر یک سخن شما یک لفظ گوید با یک کس دلالت کنید، سخن نیک را گوید، میگن یک سال عبادت کردگی، نماز و روزه عبادت چقدر همینقدر ثواب نوشته میشه. هر یک لفظتون، هر یک کلمتون. ببینید چقدر کسانی که ثواب کار کردن میخوان در برای آخرت در این دنیا کاری ثواب کردن میخوان، این نصیحت اصلی ثواب های اصلش است که به سبب همین چقدر قرآن خوان پیدا میشه، چقدر قاری ها پیدا میشه، چقدر عالم ها، چقدر طالبین ها پیدا میشن به سبب یک تمام امت اجر ثوابشان کاری کردیم. همش نامه ثوابش به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوشته می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجر ثوابشان درجهشان از همه بلند شده، برای آنکه تمام امت هدایتش بر رسول خدا سبب شد. انا همین خیلی کسانی که سبب هدایت انسان ها میشن، سبب کار نیک به دلالت کردن و سبب میشن، برای آنها الله تعالی اجر ثواب بسیار بزرگ عطا میکنه. برای ما با این کار بسیار اهمیت دهیم و این کار را از این کار بی‌پرواگی نکنیم. بارک الله فیکم دامولای عزیز، برای نصیحت های نیکتون و تماشابینان گرامی قدر ما خاطر رسان می‌کنیم که امروز ما درباره یکی از موضوعهای مهم دین نصیحت صحبت آراز ایستادیم و مهمان ما دامولای عزیز دامولا محمود خان میباشند و تا این لحظه ما درباره خودی مفهوم دین نصیحت و هدف نصیحت کردن صحبت کردیم. همچنین درباره اجر و ثوابیت هم شخصی نصیحت کننده و هم شنونده کوتاه یک صحبت زیبای آراستیم با دلیل ها، با نقل ها از هر حوادثی گذشته و امروز و میخواستیم در انتها تمنیات نیکی شما را و چند نصیحتی شما را برای جوانان ما، برای کل مردم و آنهایی که این برنامه را تماشا میکنند و هواداران این برنامه ابراز می‌داشتید. خواهش میکنم. الحمدلله. الله تعالی در قرآن کریم می‌فرماید استعیذ بالله یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردا روز قیامت در بازار قیامت یگان مال و فرزند یگان چیز فایده نمی‌بیارد مگر قلب سلیم، دلی پاک و تازه. دلی تازه چی است؟ آن دلی که در آن محبت خدا به ذات الله تعالی ایمان است و برای انسان ها خیرخواهی است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک روز همراه صحابه نشسته بودند، گفتند اگر کسی که میخواهد به اهل جنت نگاه کند. یک شخص آمد. روزی دیگر بود که آنها شده بودند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم باز تکرار کردند، گفتند اگر کسی از شما میخواهد به اهل جنتی نگاه کند به آن کس. باز همون شخصی دیروزه همون شخص باز آمد. یک صحابه گفتند ما 2 روز باز شده بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق شما همین خیلی چیز گفتن، شما چه سر دارید، چه عمل دارید، چه کار خوب دارید که شما اهل جنت گفته رسول الله شما را تعیین کردن، شما چه یگان عبادت های نیک کار ثواب چی دارید؟ گفتن شما گپ راستش را گفتید، منم راست سخن را برای شما میگم. من بسیار روزهای بسیار ندارم، نمازهای نافله بسیار اجر ثواب بسیار ندارم، لیکن من شب و روز میکنم، در دل من برای یگان انسان ها غش کینه ندارم. خداوند ما را از جمله در دل من برای یگان کس غش و کینه نیست. برای همین هم رسول الله گفتن اذا استطعت ان تصبح و تمسی و ما فی قلبک غش لاحد فافعل. اگر شما میتونید شب و روز گذرانید در دلتان برای آن کس غش و کینه نباشد، یعنی برای همه انسان ها خیرخواهی هدایت را خواستن این چیز باشد، یعنی دلهای من شما تازه باشد، دلهای من شما از غش و کینه، بدبینی و دشمنی و انسان ها را نفرت کردن و البته اگر انسان هم کمبودی شاید بعضی از آنها حب دنیا دارد، حب منصب دارد، حب دیگر چیزها دارد، با آنها ما غش و کینه نمی‌کنیم. هر انسانی که مالش شد برای خدا برکت دهد، مالش مبارک باشد، منصبش برای آن مبارک باشد، هر چیزی که دارد برای مبارک باشد، در دل ما برای آنها فقط چی است؟ خیرخواهی است. فقط برای انسان ها ما رساله الهی را از آسمان آمدگی یک هدایت را، یک راه سعادت را برای انسان ها پیشنهاد کنیم، بسیار هم ما بسیار هم خوشبختی را حس می‌کنیم. برای هم دلها ما را برای تازه کردن استغفار و ذکر بسیار کنیم، برای آن کس کمبودی آن کس را نگاه نکنیم، دلها ما را تازه کنیم ان شاء الله، دلها ما تازه کنیم، برای هم انسان خیرخواه باشیم. اصل دین خیرخواهی است برای انسان ها. رسول خدا صلی الله علیه و وقتی که طایف رفتن، اهل طایف سنگباران کردن، آزار دادن، در همون حالت هم حالت وزمین ترین رسولات چی گفتن؟ اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. در همون تگ درخت ندا کردن، خدا و مناجات کردن، دعای بسیار کردن
گفتن ای الله این قوم را هدایت کن، اینها نمیدونن. ببینید رسول خدا قلبشون ببینید که در همین قدر حالت وازمین هم خونالود شدن، کفشاشون خونالود شد. اون پاک قرآن گفتن چه نجات میبرد یک قومی که روی پیغمبرش را خونالود سرخ کرد. این خیلی قوم چه نجات میبرد. در همین حالت هم فرشته آمدن گفتن اگر شما امر کنید الله تعالی این اهل طایف را به زیر کوه میاندازد. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتن کلا نه اگر اینها ایمان نبیارن یا الله تعالی فرزند اینها آینده نسل اینها را چی کنه الله هدایت کنه. یعنی ببینید قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای انسان ها چی میخواد؟ هدایت و نیکی میخواد. در دل های منش میگم برای همه انسان ها، تمام انسان ها، جن ها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در عقب هر نماز دعا میکنه که اللهم اهد الانس والجان جميعا، اللهم اهد الانس والجان جميعا. یا الله تمام انسان ها را، تمام جن ها را یا الله تعالی هدایت کن. یک روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم خانه آمدن بسیار هم خرسند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خرسندی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را غنیمت دانستند. اگر زنهای ما باشن از این خرسندی دارم میگم برای من یک زیب زینت خریده برید. اما حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها گفتن یا رسول خدا در حق من شما دعا کنید که الله تعالی گناههای پیشین و آینده و ثانوی و آشکار و مخفی کلان و خرد دانسته ندانسته کرده گناههای من الله تعالی عفو کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به قبله گشتن گفتن ای الله اللهم اغفر لعایشه ما تقدمت و ما تأخرت. ای الله عایشه را آن گناهی که پیش کرد و بعد کرد، آن گناهی که آشکار کرد مخفی کرد، آن کار گناهی که دانسته کرد ندانسته کرد، آن گناهی کلان کرد خرد کرد، همه گناهش را عفو کن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خرسند سر حضرت عایشه به زانوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم افتید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن عایشه شما خرسند شدید می؟ گفتم بله من بسیار هم خرسند شدم. من آرزو میکنم که شما پیغمبر خدا در حق من این دعا کنید چون که دعای شما قبول است، دعای شما رد نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یا عایشه تو هذه دعوتی لامتی عقب كل صلات. گفتن ای عایشه این دعای من است برای امت من در عقب هر یک نماز. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه که همه زنهای محبوب رسول الله بودن برای اونها یک بار دعا کرده باشن، علماها میگن اگر در عقب هر یک نمازشون میگن این دعای من برای امت من است. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم این امت را از عایشه رضی الله عنها بسیار هم دوست می‌داشتن. این امت برای امت بسیار خیرخواه بودن، میخواستن میگفتن میخوام که من امتم برادرهایم را ببینم. صحابه گفتن رسول یا ما برادر شما نیستیم؟ گفتن شما صحابه های من هستن، برادر من اونهایی هستن که بعد از من میبینن من ندیده ایمان میکنن. رسول خدا گفتن توبه خوش باشد برای آن کسی که من دید، جنت باشد خوش باشد برای آن کسی که من دید. گفتن توبه ثم توبه ثم توبه ثم توبه ثم توبه ثم توبه 7 بار گفتن خوش باشد جنت باشد، خوش باشد جنت باشد، خوش باشد جنت باشد برای آن کسی که مرا ندید و من به ایمان آورد. یعنی این زمان آخرانگی امت ها به اشاره است که ما اگر رسول خدا صلی الله علیه و ندیده باشیم از کتاب های دیده خواندیم و رسول خدا ایمان آوریم و آن درد دلی که رسول خدا صلی الله علیه و برای امت خیرخواه و نیکی میخواستند این چیز در دل های من شما باشم، دل های ما از غش و کینه خالص باشد، تازه باشد، برای تمام بشریت، برای تمام انسانیت خیر و هدایت و نیکی را خواستگار باشیم، دعا کنیم و در کجایی که باشد به یکدیگر دلالت نیک کنیم. ان شاء الله نجات هر دو جهان برای ما ان شاء الله نصیب میشه. خداوند برای شما پاداش خیر دهد. دامولای عزیز، عزیزان دل، پس به این گفته ها بسیار هم اندیشه باید کنیم و فکر غوطه‌ور شویم که این صحبت های صمیمی، این نصیحت های نیک، این پند و این کلام زیبا از آیات پروردگار و احادیث صحیح حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و همچنین چند مثال از حیات گذشته و امروزه برای ما و شما یک درس عبرت باید باشد. برای همدیگر محبت ها را پهن کنیم، خیرخواهی و نیکی، مصلحت های نیک و همدیگر را باز داریم از بدی کردن و از ضرر رساندن به دیگران. و شعار ما باید چنین باشد که به هر کسی که به تو نیکی کرد باید نیکی بکنی و هر کسی که به تو بدی کرد با آن هم نیکی بکنی، با نیکی جواب بدهی. چنین است اصل اسلام، چنین است دین مبین اسلام که پر از نصیحت، پر از خیرخواهی و نیکی است. مرحبا. شیخ سعدی خیر هم زیبا یک قصه را میبرم، بسیار قصه خیر هم باید مختصر بگویم. میگن شنیدم که دوستان راه خدا دل دشمنان را نکردند تنگ، تو را کی شود میسر این مقام که با دوستانت خلاف است جنگ. دوستان خدا دل دشمن ها را هم آزار ندادند، تو کی به این مقام میرسی با دوستانت جنجال میکنی؟
اینه در دل ما برای همه انسان ها چی باشد خیرخواهی دید. محبت باشه. زنده باشید. خداوند شیخ سعدی را نیز رحمت کند. و عزیزان دل، در همین جا برنامه امروزه ما که به موضوع دین نصیحت است بخشیده شده بود خاتمه می‌یابد. بار دیگر برای تشریفشان شیخ بزرگ مولا محمد خان را سپاسگزاری میکنیم. الله پاداشی خیر برای شما عطا کند و همچنین شما نیز عزیزان دل همیشه با ما بمانید و به همدیگر محبت ها و صمیمیت ها را پهن بکنید. سلام را بین همدیگر زیاده بکنید، افزون بگردانید و کوشش کنیم که روز از روز به همدیگر خیر و نیکی کردن را و همچنین اخلاق خویش را حمیده ساختن و برای چی نزدیکان و غیر نزدیکان نیز یک سخنی نیک گفته باشیم. البته فراموش نکنیم که خداوند بیناست، شنواست و اجر آن را برای ما و شما عطا خواهد کرد. و در همینجا برنامه ما و انتها میرسد. عزیزان دل خاطر رسان می‌نمیم که امروز ما درباره دین نصیحت صحبت کردیم و در آینده باشد ما در موضوع حج و فضیلت آن در دین مبین اسلام صحبت خواهیم کرد، چون موسم حج بزرگ نیست، خیلی نزدیک است و این روزها حاجیان ما الکی در بیت الله در حرمین قرار دارند که از درگاه پروردگار یکتا و به همتا مسئله داریم تا حج حاجیان ما را قبول بگرداند و برای ما، برای همه آنهایی که حج نکردند، این نعمت بزرگش را، این زیبایی عبادت را به ما نیز نصیب بگرداند و برای دیدار جمال نازنینش مشرف گرداند. در همینجا به همه شما برکات و سعادت این دنیا و آخرت را تمنا می‌نمایم و تا برنامه‌های آینده خداوند یار و مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. أغمض عينيك وتذكر أغمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر للحب الأخضر. فالله الخالق أبدعه كي تستمتع كي تتطهر بأمور لما حل لها صارت عسلا أضحت سكر. ننظر للكون، ننظر للخير، ننظر للزوجة أو للطير، أما العورات فيا بوسا ستكون لنا ظلما أكبر. ونغض الأبصار بحب فحساب الملكين يسطر، ونطل على نعم الدنيا وطبيعتها كي نتفكر، ونصون النظر لكي يرضى رب الأكوان بما دبر. رب الأكوان بما دبر. رب الأكوان بما